امروز بی مناسبت نیست دیدن و بررسی ویدیویی که کاربران توییتر از اعماق تاریخ پرفراز و نشیب معاصر ایران بیرون کشیدند و دل ایرانیان عاشق وطن را آب کرده. این ویدیوی کمتر دیده شده که شاید بسیاری از ایرانی‌ها اصلاً آن را ندیده باشند، ویدیویی است از محمد رضا شاه پهلوی که در آن بسیار ساده و خودمانی اما دقیق و دلسوزانه از نگرانیش برای ایران میگوید، از نقشه‌هایش و از آرزوهایش و از تنبلی افرادی که مجبور بوده با آنها کار کند. تلفظ واژه اوکالیپتوس در این ویدیو توسط او برای خیلی ها که دلتنگ او و عشق او به ایران هستند بسیار جذاب بوده، به طوری که کاربری با اشاره به حرف مسعود بهنود روزنامه‌نگار ضد پهلوی که گفته بود شاه کتاب هم نخوانده نوشته 5 کتاب هم نخوانده بود، قربان آن تلفظت بروم وقتی میگویی اوکالیپتوس. هر چقدر در کشتی ما طالب سنگین وزن هستیم و در پالتر همینطور، در دارات ما باید سبک و چابک باشه. از لحاظ رفتار، البته از لحاظ قطر شکم نمیگم. میگفتم درخت اوکالیپتوس، میگن 250 نوع مختلف درخت اوکالیپتوس هست در دنیا. برید اینو بیارید، برای اینکه من میدونم خوندم گزارششه که درخت اوکالیپتوس در هر آب و هوایی رشد، در باطلاق رشد میکنه، در جایی که اصلا بارون نمیاد رشد میکنه، در زمین شوره‌زار رشد میکنه، به هر صورت. محمد رضا شاه در ادامه شکایت می کند از اینکه گزارشاتی درباره درخت اوکالیپتوس و فایده آن برای ایران خوانده، حتما از منابع غربی، اما ایرانی ها و کارمندان دولت و افراد ذی‌ربط یک نمونه از این درخت را برای او نیاوردند و منظورش احتمالاً این است که تحقیق نکردند که معلوم شود آیا این گزارش ها درست است یا نه و آیا این درخت می تواند برای طبیعت ایران معجزه کند یا نه. درخت اوکالیپتوسی هست که در باطلاق درست مثل پمپ آب رفتار میکنه. یعنی دیدن اشخاصی که دیدن، عکسش هم هست. کله درخت آب در واقع پاشیده میشه، یعنی این درخت مثل پمپ آب از زمین میکشه، اون وقت از اون بالا اجباراً پخش میشه برای اینکه خب تمام درخت پر میشه. خیلی از زمین‌های شورزار به وسیله درخت‌های اوکالیپتوس میتوانن کنترل بکنن و شوریش کم بکنن. هر چی که گفتم 3 سال 4 سال یک دونه نمونهش برای من نیاوردن نشون بدن و این همون سنگینی است که بهش اشاره کردیم. این ویدیوی کوتاه بیرون کشیده شده از اعماق تاریخ معاصر وجوهی تازه از شخصیت محمد رضا شاه را نشان می‌دهد که مخالفان او تلاش کردند مردم ایران هرگز این وجوه را نبینند و نشناسند. اینجا شاه دارد از اطلاعات علمی روز دنیا به زبانی بسیار ساده حرف می‌زند. اطلاعاتی که شاید امروز ناقص به نظر برسد با توجه به پیشرفت علم، اما در آن زمان کامل و جدید